номи махфӣ келас? дар ҷоят ист наҷун. духтари ниқобдор. дар хонаи ман чӣ кор мекунӣ? дастонатро боло кун. боло кун, боло кун. зуд бош. ба ту мегӯям дастонатро бардор. дузди ифлос. зуд он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ. калтакиела зинда аст? чӣ беҳудагӯӣ дорӣ ту? зуд он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ гуфтам. аз паси калтакиелас ҳастӣ? он ҳуҷҷатро ба ман бидеҳ ва дастонатро боло бардор. ҷавоби саволатро дар маҳкама мегирӣ, духтари ниқобдор. ҷои ту маҳбас аст. боварӣ дорӣ? ту чӣ кор мекунӣ? бо оташ бозӣ накун. ин ҳуҷҷати махфии давлатӣ аст. агар ба ин ҳуҷҷат ягон чиз шавад, дар маҳбас пусида мемурӣ. чаро ин ҳуҷҷат ин қадар махфӣ аст? чӣ аст ин қадар махфӣ? ҳуҷҷатро гузор. силоҳатро поён кун, вагарна инро месӯзонам. ҳам ба хонаам медароӣ? ҳам маро таҳдид мекунӣ? то ҷое ки фаҳмидам ин ҳуҷҷат барои ту бисёр муҳим будааст, комиссар. ана ин хел. ба қафо рав. гӯш кун, комиссар. ҳозир ба ту як маслиҳати хуб мекунем. чӣ гуфтӣ? ман инро дар болои ин миз мегузорам. баъдан озодона меравем. фаҳмидӣ? ту аз ин ҷо рост ба маҳбас меравӣ. маҷбурам накун ки месӯзонам. шуд майлаш. ҳозир ин ҳуҷҷатро ба замин гузор. баъд ба куҷое хоҳӣ рафтан гир, фаҳмидӣ? ниҳоят ягон рӯз туро дастгир мекунам. духтари ниқобдор, инро бидон. ана ҳамин хел. тамом. ҳаракати ноҷо накун ки туро мепаронам. қавл медиҳам. ту тамом шуди духтар. ист, нагурез. исто гуфтам. кани дастгирам кун. онро ба ман деҳ. охир дар ин ҳуҷҷат чӣ бошад? ман дидан мехоҳам. аз куҷо медонам? ҳоло нахондаам. зуд ба ман бидеҳ онро. зиқ нашав. ман хонда ба ту нақл мекунам инро. боз маро масхара мекунад. тамом шудӣ ту, тамом шудӣ.
ایست گفتم، ایست. زود آن را به من بده وگرنه کارها بد میشوند. پروانه کن آخر من این رو خونده به تو نقل میکنم. چرا آن حجت را میخواهی؟ برای کی کار میکنی تو؟ این رو من برای این به خونه تو ندار آمدم. آخر چرا از پسی اژدها هستی؟ من پلیسم. تو چرا از پسی اژدها هستی؟ با تو چی آخر؟ چی کار میکنی؟ ملیس را چرا از دست کمال سیاه نجات دادی؟ چرا از پسی کیلاس کوفتوکوف داری؟ کالتا کیلاس زنده است؟ این برای تو چی لازم است؟ با تو چی آخر؟ بله من هم از پسی اژدها هستم. قهرمان کالتا کیلاس است. این را میدانستم هم با تو بر این جنایتکار میگفتم. مگر معلوم است که تو با من یاری نمیکنی کمیسر. من میروم. دیگر از پسم نیو. با تو ضرر رسانیدن نمیخواهم. ایستا. چرا از پسی اژدها هستی؟ و این با زهرا شنلی چه علاقه دارد؟ این به تو دخل ندارد. ایست گفتم. کی هستی تو ها؟ کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ بله. چی کار کردنت رو میدونی؟ گروه رو آشکار میکنی. تا زمانی که گروه رو آشکار نکنی اژدها رو نمیکشی. برای گروه رو به دست آوردن او را زنده میخواهی. من در این حیات تنها یک نقشه دارم. انتقام دوست داشتم را گرفتن. اژدها را میکشم. قهرمان، برای انتقامت رو گرفتن و تو زندگی نو و شناخنامه نو دادیم. برای این شرطنامه بسته بودیم و قول دادت ایست. آن گروه برای این دولت بسیار خطرناک است و تو چیزی میگوییم همان رو بگو. گروه برای آشکار نکردن خود یک تاجر را استفاده برده عملیات میگذراند. انیق برای این اژدها را استفاده میبرند. این برای تو یک فرصت است که اژدها را به نزد ما بیاری. فراموش نکن که اژدها را نمیکشی، به نزد ما میآوری. خوب و چرا نام عملیات مخفی را کالتا کیلاس گذاشتید؟ دیگر نام نیافتید؟ این رو تو میپرسی مگر؟ وقتی که حجت ها را سوزانی بعد میفهمی برای چی. نامی مخفیش کیلاس. در حقیقت کیلاس زنده باشد. این امکان دارد مگر؟ کمیسر مرو چی رو پنهان دارد؟ در جای هات
چرا با عملیات نجادی پروکرور ناومدی؟ پروکرور خوب است. او خوب است. تو در کجا هستی همکار؟ هیچ نپرسم کار. دختر نقابدار به خانه هم در آمد. چی؟ تمام خانه را تکرو کرده است. بدبخت چرا به خانه تو در اومده است؟ چی میدونم چرا در آمده است. او درد سری من شده است. خیر فهمیدی که چرا دختر نقابدار از پس اژدها بوده است؟ آموختم. فهمیدم همکار. اژدها به او خیانت کرده معشوقه دیگری پیدا کرده است. این باشد اژدها را یافته میکشته است. به من همین خیر گفت. بیامونه. دختر خطرناک است. هر کار میکنه. چی ها میگویی؟ خوب هستی همکار؟ چی میدونم آخی؟ اگر دختر نقابدار به خانه تو در آمده باشه این به اژدها چی ربطی داره؟ یک لحظه فهمیدم. او برای قصاص گرفتن از اژدها خواست است با تو آشنا شود. به خانه‌ات آمده است تو هم خطا فهمیده دختر سور کردی. تو مدهوشی مگر؟ چی گفتی هات؟ میدونی چی؟ بیستن دیوانه برابر با یک هات میشوم. همون دختر عاشق نشده باشه باز. زبید استراحت کن به خود بیا بعد صحبت میکنیم میلش. من پیون میون نیستم. خودت پیونی. همون دختر چی بلای ملای کردگیه. دیگر چیکار میکرد؟ خانم رو ویران کرده است. محو کرده است خانم رو. هات اما عاشق شده است. اهمیتش نداده همین خیلی کرده است. میدونی در بینتون چیست؟ یک آهن ربو است. دیلاتون رو به هم دیگر میکشه. گوش کن خانه رو خیلی به ترتیب مون و دختر آمده خودش رشدش میکنه. زبید تو چی ها گفته ایستاده ای؟ مرا مسخره کرده ایستاده ای؟ چی میدونم تو در خواب دختر خوابدار رو دیده ای. اومده به خانه در آمده بوده است. شبها خوابهای بیزی میبینی تو. آخر در آمده است میگویم چرا باور نمیکنی؟ ها تلفن رو خاموش میکنیم. یگتی جمعه را نگاه داره بعد گپ میزنی. خانم زیبا میگویی؟ کی بوده است تو؟ زبید؟ این آدم در حقیقت دیوانه بوده است. خاموش کرده است. شما که بخیر زینب جان. شما بخیر جناب زبید. با شما یک چیز رو صحبت کرده میتوانم؟ البته. یک قدر در این خانه گپ بزنیم. بله البته. واو خانه را بین به چی حال گرفتار کرده است. چه اینجا را به ترتیب می‌دارم. جناب زبید میدونید که دختری مکم زهرا شندی رو آدمانی اژدها به قتل رسانیدند. متاسفم. یک دختری نقابدار پیدا شده است. از پس اژدها بوده است. باز یک نفر دیگری بر اومده است قهرمان. او هم از پس اژدها بوده است. باز میگویند که قهرمان کیلس است. من میدونم که زهرا با کیلس اون وقتا دوست داشته بودند. اگر مثلا زهرا نمیشد من شما را ناراحت نمیکردم. به فکر شما کیلس زنده هست؟ دل کلتکل در دست کمیسر مراد زینب. التماس در نزد من نام او رو نگیرید. من از شما خواستم بپرسم. میفهمم خانم زینب. در باره زنده بودن کلتکلس شبهه‌های زیادی داریم. ولی به جز آنه که او از پس اژدها است دیگر یگان دلیل جدی نداریم. اگر او زنده باشه فکر نمیکنه که خود را آشکار میکنه. آخر میدونی که کلتکلس قاتل کمیسر اونر میباشد زینب. ببخشید مرا. بگو. تمام میایم. ببخشید مرا. یک کاری تجلی برآمد. حاضر میایم. در تلفن گفتن نخواستم. از تو یک چیز میخواهم. آدمانی تشکیلات گفته بودند که کمیسر مراد چهرهش رو شاید عوض کرده باشد. این رو تحقیق کن. اگر در حقیقت عوض کرده باشد گذشته‌اش رو و چهره پیشینه‌اش رو میخوام بفهمم. فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. فهمیده باشی خوی خوب سردارم. شب بخیر.
جانم آخر من کارهای کافه را نمیفهمم. این خیلی میشود مگر؟ تو تجربه داری آخر؟ ببین اینجا سوفیا و نوزیا هم به کار شروع کردن. نوزیا گوش کن، ما اینجا چی کار میکنیم؟ این خیلی از صبح تا شام میسازه میکنیم مگر؟ آه پدر آه، چی بوده است؟ در خانه بیهوده می نشسته ایمو. خوب ولی ما در کافه کار کردن رو نمیفهمیم. شوکت بایی عروسهایمون از این پس در اینجا کار میکرده باشند. азмии бадбахт дар ҳаёташ якум бор ҳамақа кори хуб кард бародарам. аз ин пас ба роҳатӣ метавонем во бихӯрем. ин корро бибина. зур баҷошам. милис, ман бояд ба мағоза рафта якчанд маҳсулот барои кафе бигирам. шо ҷонам? дар тафдон кулчақанд аст. баъд аз 15 дақиқа бояд онҳоро гирӣ. боз фаромӯш накунӣ. چی؟ کلچکان 15 دقیقه؟ یا خدایا باز ساعت هم ندارم. تازه شد نوزیا؟ انا دیدی؟ مونده شدمی پاهم درد کرده. میانتی من شکسته. چند قد دیگر میدویده باشید؟ بچه جانی من ایامو زیبا سنمی تورتیا خلاص شد. چی آرزو کنم دیگه؟ مادر جان من با سنم خاندار میشوم. هجری؟ ای بنا میدونی ها؟ در پیش عروس شونده ای میشه واقعی ای دینی دختره گندم میکنی. پروا نکنی از نجون. من گهواره بخشم رو رها نمیکنم. هم از این پس تنها زیر نظارت من میشود. اگر جنگاور رو دیدید با او بگویید که از این پس هجری هم رو در مقابل اژدها من محافظت میکنم. سبحان الله. سنم از هجری جانمو خلاص شد. دخترم من نمیخواهم که در حیات ما مثل او بر اینها وارد شود. بله مادر جان. تو آن وقتی که آن سایرمی دیوانه در خانه هجری می ایستد برای من دیگر چیزی معنی ندارد. اوه قادر شنیدی که سنم چی میگوید؟ چی میگوید؟ از آن مؤذن خلاص شده ایم آخر. بین همان لایق دختر من نبود. نتیجه همین شد. بسیار خرسندم. صبح خیر سنم. سنم گفته هایمان رو فراموش نکن. چی شده است سنم؟ تا وقتی که این گهواره بخش در خانه شما است با تو گپ نمیزنم هجری؟ این میمون باز با گهواره بخش من گپ نمیزده است. بسیار زیق شدیم بسیار. خاموش باش دختری بی تربیه. با تو کی گپ زده ایستاده است؟ وای دخترم او بگو که بچه مای تو خلاص شده. سایران دیگه دایم در خانه ما میمونن. اوه بسیار خوب. بگذار همیشه در خانه شما ماند. هیچ به بیرون نبراید. یک بند پیدا کنید خوب او را در خانه ببندید. مرا گوش کن مادری میمون. با ادبانه صحبت کن نباشد میزنم. کی را میزنی ها؟ گستاخ. سنم لطفاً مشکلی را صحبت کرده حل کرده میتوانیم. صحبت مهم نیست از سلک من. نمیشود هجری. دیگر تو را نمیخواهم. فهمیدین مناسبتمان تمام شد. خیر هجری رفتیم به خونه. من برای تو سمبوسه علفی میکنم. با چون میخوریم صحبت گرم میکنیم. راست میگه بچم بیا رفتیم. هجری اگر سمبوسه پخته او را بخوری دیگر رویم را نمیبینی. این را دانسته باش. با تو چی؟ از تو باید پرسد مگر؟ دخترم بگذار پروا نکن لازم نیست. ارزشی تو را ندارد آخر. هجری اگر سمبوسه پخته این دیوانه را خوری بعد میبینی. بس سنم رفتیم. را میمون سنمی ترکیه. سنم ایستا یک جویا میدویم. بیا رفتیم. آخر مادر چویشون هم رنگ خیچون شیرینه یا؟ راست بگوی شوکت. کجا شدی صبحانه آخر؟ آن جوان پسر رو دیدی چقدر زیبا است؟ این خیلی دوست داشته پیدا نکرده. نم این رو من مخصوص برای تو پختم. کنی گیر خور عزیزم. دخترها چی فرمایش میدهید؟ فرمایش را یک سو گذار. آن جوان در آنجا نشسته رو میشناسی؟ نمیشناسم، نمیدونم، دقت هم نمیدهم. چرا عصبی شدی تو جانم؟ یا اینکه از او خوشت میآید؟ بیهودگویی نکن آخر. چه خیلی خوشم میآمده است. دیدی زبانش پیچید. از حسد زیاد بسیار عصبی شد. سفسطه‌گوییتون رو بس کنید. فرمایشتون رو به من گویید. چرا عصبی شدی جانم؟ اگر دوست داشتن گناه است. ولی با تو یک چیز گویم. اون جوان تو را نگاه نمیکنه و فکر من حالا وقت هست که برگردی. بعداً زیق میشوی. صبر. آرام. یکی نزنم شما رو. بیا گسل کنم شما رو. خیزید. به این همو رفتنی بودیم. کافه تو با ما محکوم نشد.
بخشش. یک طبق صبحانه خواستم. تنها یک لاله صبحانه آخر. نکف آخر میارم. باز به درونش زهر موش ناندازی ها؟ از دست این دختر می آید. دیوانه عزمی باشد مرا با این دختر خاندار کردنی است. خدا نشان ندهد این را. آوردی؟ مرحمت، یک طرف است. اینجا گذاریم این رو؟ اشتهایتان. اینش را هم گیرم. تشکر میکنم. سلامت باشه. این بدبخت چه که میگیره؟ عصبی شده ایستادم. شوکت جونی من از نشانی خود. سمی جون گیر خوروخی. بگیر. کاش به سرم میزدی. به نزدیک این رو هم میکنم. جناب عزمی ایسته. جناب عزمی یا جلکم رو دید و من نمازم رو باید بخونم. آخر آنها را من نگاه میکنم. امام حقیقی من هستم. امام حقیقی من هستم. جناب عزمی جناب عزمی می آید پنهان شوید. زود بچه شوید. پنهان شوید. بذارید زودتر. آنها را خاندار میکنم. توی میشود. پدر؟ آنها در کجاند؟ کیها در کجا هستند؟ کمیسر مراد و دخترم زینب. وای زینب به مغازه خریداری رفت. بعد نوراستگی هست در کافه. شما کارگریزی نمی کنید همین خیلی نه؟ نه پدر جان، اگر خواهید از ملیس پرسان شوید. ملیس در کجاست؟ اینجایم جناب عزمی. آفرین، بسیار خوب. مرا گوش کنید. آن دو بدبخت کوچگر دیگر شما را غم نمیدهند؟ نه پدر جان. دروغ نگویید. من میدانم شما را ناراحت میکنند. نه پدر جان، مگر این خیل میشود؟ به این هم وقت زیاد است که ما آنها را ندیده ایم. احتیاط کنید که چشمای هر دیتان را کور میکنم. مرا فهمیدید؟ جناب عزمی جیلک رو دید و در مسجد جماعت منتظری من است. چه میگویی؟ حالا من کار دارم. تمام نکردم. یا خدایا نمیفهمید تو؟ من کار دارم. عزمی جان تو از نو باز امام شدی. سلطانم من نکاح آنها را میبندم. آنها را خاندار میکنم چون که امام حقیقی من هستم. آخر عزمی جان التماس نکنید جناب عزمی جیلک رو دید. جماعت منتظری من است. قربانتان شود. من نکاح آنها را میبندم. تو نمیفهمی. آنها را خاندار میکنم. امام حقیقی من هستم. امام حقیقی من هستم. عزمی جان ایستید. عزمی خیریت پدرم آنها را ندید. خطر گذشت. جناب عزمی رفت. برای من؟ تمام. خیریت پدرم رفتنده. ما چیکار میکنیم؟ چه خیلی از دستی اون نجات میابیم؟ به خدا من هم نمیدونم. او دیوانه است. چیکار کرده میتونیم؟ مجبوری ما را خاندار میکند. بله امین خیل است ولی این کوری مجبوری نیست. کوری دل است. البته مجبوری نمیشود. آدم با دوست داشتهش خاندار میشود. مجبوری میشود مگر؟ من هم همین رو گفته ایستادم. این کوری مجبوری نمیشود. اگر دلت کشد خاندار میشوی. یک دقیقه. من به تو عاشق پوشیق نیستم. این خیل فکر نکنی بوز. چرا به تو خاندار میشدم؟ چی علاقه دارد؟ من این خیل گفتن نمیخواستم. یک دقیقه. در اصل من تو رو چیکار میکنم؟ دیگر کار ندارم با تو خاندار میشوم. خطر پسی سر شد. میتوانید برایید. برایید آخیر. کبرو پدرم رفتن. برایید. رفته است؟ چرا نمیگوید که رفته است؟ ما در این تک شیشتیم باز. ستمورم کج شدی. با تو چرا خاندار میشدم؟ افتت رو بین. با تو خاندار نمیشوم. تو در اصل به خودت نگاه کن. به شرم. عیب است. یا خدایا. پسرم این گلها را برای دوست داشته‌ات گیر. دلش را به دست میاری. معلوم که او را سخت رنجانده ای. چه خیلی دوست داشته خاله؟ او دوست داشته من نیست.
پسرم این گلدسته ها را گیر. معلوم که دلی دوست داشته‌ات را شکسته ای. نه نمیخواهم. اپا جان خودتون رو خسته نکنید. این بنده دلتنگ خدا هیچ وقت به هیچ دختری گل نخرید است. کنه دهید خاله جان، همه‌اش را دهید. این را گیرید خاله جان. تشکر میکنم. سلامت باش. انا بگیر به تو گل. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر، همه‌اش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای. واو. آفرین براو. سبیل ماند. برادر گوش کن. کمیسر مراد 100% در عشق همین دختر لشپیلگی است. من هم همین خیلی فکر میکنم، ولی برای رد نکردنش وای ما کرده ایستاده است. با فکر من هم، ولی چشم زینب با کم هست. از برای خدا کم به این دختر نگاه میکند مگر؟ شما گوید به این همانها از یکدیگرشان خوششان میآید، ناز کرده ایستادند. با فکر من هم همین خیلی است. من مشما یک چیز بگم، آنها به نزدیکی دوست داشته هم میشوند. برادرم کیلاس و زهرا هم اول هم خیلی بودن. اول جنگ نافهمی، بعدا دوست داشته شدند با هم. عاشق بود برادرم. بسیار یاد کردم برادرم. بدبختا دیری بعد توی کردن جوانی مرگ شدن. دختر جان خشرو اردلش کن. همه چی انداختیم، پیاز انداختیم، پنیر دوختیم، یگان چیز فراموش نکردیم. این نمکش کمه، نمکش انداز کمتری دیگر. این آقای سعدی تو اینجا چکار میکنی؟ نفهمیدم. دکان پرتافته آمدی؟ آسیا امی علف سمبوسه را دیو ترک. آقای سعدی تو با علف سمبوسه چکار داری؟ نفهمیدم. مدبوس میدور مخی. وای تری بگو. اوی را ما برای هجری تیار کرده شدیم. پروا نکنی از نجان، هجری اینها رو چشد انگشتانش رو هم میخورد. آقای سعدی برا دکانت تیز بکشو. چکار داریم؟ خود تبکروی زنکی خوش نکن. آسیا ایرای خیل نمیگن. خیر من خود میرم مخی. تیز برا. دخترم کم تری دیگه مرچن قطی میکنیم. او قطی تیز نشیده. اکم رو با همین سموسه فیره میکنید. دخترم ای هم راه نزدیک به دل مردک شکمش سیر کردنه. خوب همین خیل باشد، ولی با فکرم دل اکم رو علاقه پیدا کردن. بنفشه جان، تو طرفداری من هستی یا طرفداری آن میمون صنمی ترکیه؟ کنی گوی؟ من طرفداری هیچ کس نیستم. به این همان با این کارهای بی‌معنی شما کاری ندارم. من امتحان دارم، به حجره میروم، درس تیار میکنم. با تو موفقیت جانم. تمام دخترم تمام. همون مرچ عررش که تمام بس. میلیس تو در همینجا کار میکنی؟ هیچ نپرسنم. تو خوب هستی جانم؟ هیچ چیز نشده است؟ میلیس باید با من یاری دهی. چی شده هستنم؟ دخترها از همه سمبوسه با لذت علفی را باید آماده کنم. این مسئله حیات و ممات است. همون گوهر بخش شیطانچه بینمود از که میخواد هجری هم را از دستم گیرد. باید با من یاری کنی. میلیس تو سمبوسه علفی را خوب آماده میکنی همی خیلی؟ من؟ شما؟ نه من چی گپ است دخترو؟ زینب باید با من یاری دهی. تو سمبوسه علفی پخته میتوانی؟ چی ها میگوی جانم؟ سمبوسه علفی اختصاصی من میباشد. سوپر کو. خیر این خیلی باشد کی سر میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار انداز بسیار. انا میخوام هم مزه میشود. انا سخت توش. انا اینجا مونش. توشته انا میخوام. انا سخت توتی سخت.
озир тухм мегирем болошда мек ҳамин қадараш бас аст холаҷон. басай шуд фаҳмо. ана ки таздон дардоша ҳозир мегузорам. наметавонам. зора нигоҳ кун нозия. ай мелис хуб аст ҳеҷ гап не. духтарам диди чӣ хел хушрӯ бихӯ кани бисёр бамаза омадааст. холаҷон ба ҳиҷри писанд меомада бошад. дастомо дарда набина маҳқулш мешавад. салом алейкум комиссар Мурод. алейкум салом ҳиҷрӣ. алейкум салом. вале аз ин пас Мурод бигӯ маро. намешавад ин хел. мешавад. ба худо намешавад. мешавад. кани як бор Мурод бигӯ. устод Мурод. устод не, устод нагӯ. танҳо Мурод. Мурод. ана ҳамин хел мо бо ту ҳамсоя ҳастем. охир дуруст мегӯӣ. Мурод. охир Мурод, пештар аз ту як савол пурсида будам ку баъд амаки аз ми байнамон даромад. устодам зиё зинда аст? ҳиҷрӣ, охир ӯ келас аст, яъне устоди ту зиё. чаро барои ту ин қадар пурарзиш аст? охир ӯ танҳо як дӯст буд. чаро мехоҳӣ бифаҳмӣ ки ӯ зинда аст ё мурда аст? не одами бад набуд. устодам зиё дар дилаш ягон зарра бадие надошт. одами бисёр муборак буд. ҳеҷ надидам ё нашунидам ки ба касе бадӣ ё зарар расонда бошад. устодҷони ман, агар мисли гуфтаи ту бошад, шояд худованд ба ӯ боз як имконияти дигар додааст. иншааллоҳ ки додааст. аз ту як чизро пурсидан мехоҳам. келасро мисли ту бар ин як нафари дигар ҳам дӯст медоштааст.
номаш ҷанговар. шунида будам комиссар. парвандаашро хондам. дидам ки 2 сол пеш ӯ ҳам барои ёрӣ додани келас дар он ҷо будааст. шаби гузашта бо чашмони худ дидам ки ҷанговар зинда аст. аз паси аждаҳор буд. домлозиёро мисли ту бар ин ӯ ҳам дӯст медоштааст, шунидам. яъне дар бораи кӣ будани ҷанговар чӣ фикр дорӣ? охир ин саволи маро бин. ту аз куҷо медонӣ инро? охир бахшиш мепурсам. астағфируллоҳ мурод. хайр, ман ба амният меравам. тамом мурод. раҳмат. гузар. хайр, майлаш. барори кор бародар. раҳмат. модарҷонам боз омода кардааст. ба худо хушдомона маро дӯст медоштааст, вагарна ба ин хел дастархон рӯбарӯ намешудам. салом ҳиҷриҷон. барои ту аз ҳама болаззаттарин самбусаи алафиро пухтам. ин чӣ аст? самбусаи алафӣ? самбуса дӯст доштаат? чӣ лозим буд? бачам, сайран барои ту ба маззатарин самбусаи алафии дунёро тайёр кардааст. кубу чӯш? самбусаи алафиашро фаҳмидем модар. даҳонатро кушо. ба чӣ муносибат? лутфан, охир ман каме бемор ҳастам бе ин ҳам. бачам, сайран ба дастҳои худаш тайёр кардааст. ҳама хел бамазза ки як луқма бихӯр. модар, ман худам даст дорам, самбусаи алафиро бо дасти худам хӯрда метавонам. маззааш чӣ хел аст? самбуса охир неъмат, ҳамаш неъмати худост. каме дигар аз дасти ман бихӯр. охир лутфан маҷбурам накунед, намехӯрам. бихӯр бачам. модар, маҷбурам накунед, охир намехӯрам. бихӯр охир. намехӯрам гуфтам. модар, ягон чиз бигӯ, охир маҷбурам дораду. бихӯр бигӣ. модар, 1 соат аст ки зангидар садо медиҳад, чаро намебинӣ? гир хӯр. не, аз дасти ту намехӯрам, худам хӯрда истодам. як луқма хӯрӣ мемурӣ охир. бихӯр. лутфан маҷбурам накунед охир, шумо маро озор дода истодаед. санам. салом ҷонам. ҳиҷри дар хона аст? дар хона аст, дар хона. ин хел бошад, ту як сӯ исканӣ. эй вой, ҳозир қиёмат мешавад. намехоҳам гуфтам ку. гани як то дигар аз дасти ман бихӯр. аз дасти ман ҳиҷри. ман нафаҳмидам ин маймун дар ин ҷо чӣ кор мекунад? як дақиқа, як лаҳза. ҳиҷри, ту аз дасти ин девона самбуса хӯрда истода будӣ? аз дасти ман нахӯрад, аз дасти кӣ мехӯрад дигар? духтарам, ҳиҷри самбусаи ту намехӯрад, беҳуда ира овардӣ. не санам, ман аз дасти ҳеҷ кас самбуса нахӯрдам. анакну хӯрдӣ. ҳиҷри, ту инро чӣ хел ба ман кардия? чӣ хел ба ман хиёнат кардӣ? тамом шуди ту, фаҳмидӣ? тамом фаҳмидӣ? аз ин пас дигар рӯи туро дидан намехоҳам. модар, ин чӣ кор буд? боз он духтаро гирён кардед. санам, санам, ин санам. фаромӯш мекунам, фаромӯш. холаҷон, мо ғолиб шудем, ҳа? такси. санам, лутфан ист нарав, санам, лутфан ист, санам, хато фаҳмидӣ, санам. санам, ист нарав, санам. санам, ман танҳо туро дӯст медорам. اینجا چی کار میکنی؟
нишастан ҳам мумкин нест? ба ягон ҷои дигар рав. ба ман як чой оред. рав чойро дар дигар ҷо бинӯш. мелис, чаро бо ман ин хел бадрафтор мекунӣ? охир ман ба ту чӣ кор кардам? ҳоло ҳам чӣ кор карда мегӯяд? номзадиамро барбод додӣ. хуб ку, аз як хонадорие ки худат намехоҳӣ наҷотат додам. бояд ба ман ташаккур гӯӣ. аз куҷо медонистӣ ки намехостам? чунки ту маро дӯст медорӣ мелис. ба ғайр аз ман бо касе хушбахт намешавӣ. ҳоло ҳам намефаҳмӣ? ҳамин хел не? ҳа? аз ҳардуи мо ояндаи намешавад. оянда надорам, дӯст дошта наметавонам. рав касеро биё ки туро дӯст дорад. чунки ман туро дигар дӯст намедорам. охирин суханат ҳамин аст мелис? бале, сухани охиринам. дигар асло маро нороҳат накун, фаҳмидӣ? ملیس خوب هستی؟ آن جوان باز تو رو رنجانید. صحبت کردن نمیخواهم زینب. زن از این طرف تو چی داری؟ گفتم چی گپ است؟ کنید جدا شوید. جدا شوید. چی کار میکنید؟ من تو چی؟ تو کاردار نشو که تو رو هم میزنه. چی گپ است اینجا؟ استاد این آدم ها رو لاتو کوب کرد. تو کی هستی که شاگردانی ما رو لاتو کوب میکنی؟ کمال درست سخن بگو. در مقابل تو کمیسر است. استاد با من نگفتی این پلیس است. آمد لاتو کوب کرد. با من چی کمیسر هستی؟ کسی که نباشی با شاگردانی من دست نمیرسانی. تو شاگردانت را صاحبی کن. کمی تربیت کن آنها را. چیکار میکنی کمال؟ مرا میزنی کمال؟ کمال چی شد؟ این همکارت را صاحبی کن که شاگردانم را لاتو کوب کرده است. چیز را ندانسته گپ نزن. اول به اینها با تربیت بودن را میآموزانی، بعدا استادی میکنی. چی؟ کمال چی گپ است نه؟ ای خدا نمیترسی که به سر ملیس را دست میبرداریم؟ با دستای خودم با ما بسته میبرم. از کمیسر مراد بخشش بپرس. از او چرا بخشش میپرسیدم اکا؟ اکنون هیچ چیز مثل پیشتر نمیشود کمال. از این پس با دقت باش. بخیر است. چی مثل پیشترش نمیشود؟ زورت بخشش بپرسی. تیز دستاش هم چک کن. خیر من رفتم. پدرم با تو صحبت کردن میخواد، برای همین آمدم. در حال نزدیک پدرم رم. دادرم آدم شو آدم. این کوچه‌گردات جمع کن از اینجا. در پیش مراد شرمنده‌مون کرد. کمیسر من حساب این رو از تو میپرسم. روید گم شوید. شرمنده کردید. این قدر آدم یک کس رو زدن نتوانستید. روید. کنی بدرون دروید. ملیس جان من میروم، خسته شدم.
میتوانی ماشینی مرا گیری زینب جان؟ کمی راه گردم ها هوای تازه گیرم. شد چه خیلی که خواهی. دختر را گرفت. چی گپ است؟ کی هستید شما؟ با ما میروی. یاری دهید، یاری دهید، گیرید اون را. یاری دهید، خواهش میکنم یاری دهید. چکور بکنید؟ این دختر رو به کجا میبرند؟ این همون دختری در کفه کار میکرد. دختر رو بودن که آخر پسرم تلفن کن و کمیسر زبید زودتر. از تنی کمال بخشش میپرسیم کامران عصباش ویرانه. روزی دراز 9 کیلومتر میره و طبقای فیض میخوره و میشینه. مهم نیست همکار، این خطای خودی او است. رنگی پدرش دیوانای حیوان. لبه کمیسر زود دوید. خانم زینب رو بودند. خانم زینب رو دوزیدن؟ کی دوزیده باشد؟ نمیدونم. تمام در نزدیکی ایم در حال میرسیم. زینب رو کسی دوزیده است. چی میگویی تو؟ کی زینب رو ربوده با سرش بلا میخرد؟ من نفهمیدم. بیا مان وقتی شوخته یافتی نکی یکی مراد در گرجی سلطانی کبیر بگرده راستایی کن. شد. گوش کن پسرم، من راضی نمیشم که تو در کوچه ها بیکار و بار بگردی. بیا با ما بیست. ولی از تو تنها یک چیز را میخواهم. دیگر هرگز دخترم ملیس را ناراحت نمیکنی. فهمیدی مرا؟ قول بده. خوب پدر جان، چه خیلی که تو بخوایی همون خیل میشود. انا همین خیل. من همین را از تو انتظار بودم. کنی دستم را بوسه کن. سلام علیکم. علیکم السلام. دوستم شنیدی خبر داری؟ بخیر است؟ آخر زینب شنلی خش تاز بود. خیر او را نبودند آخر. چی گفته ایزاده تو؟ گفته هایت را گوش های خودت بیشتر من کی دوزی داره و برای چی آخر؟ ما هم نمیدونیم دو ملازمی و دختر رو به ماشین سوار کرده بردند. کمیسر مراد و کمیسر زبید از پسشان رفتند. انشاءالله دختر را خلاص میکنند. آخر بدبختی لعین آنها را دوزیدند. تو در کجا بودیم؟ من اگر میبودم چه دست و پایشون رو مشکستم. آن ایزدانشان را در چشمشان نشان دادم. انا همکار در اونجایم. سری راهشون رو بگیر. آرام شو. میبینیم کی هستن، دختر را با کجا میبرن تعقیب میکنیم. یک ماشین جدا شده از پسش میشویم. سفسطه نکن مراد. از پس زینب شب ماشینی که در پیش است از پس اون شب. زینب خودش را خلاص میکند. چی خیلی خلاص میکنه؟ از برای خدا او دختر است از پس اون شب. با پیش بوده ها بگو که دختر رو 2 ساعت در انبار نگاه دارند. خوب شده است. ما با مکانمون میرویم. مالش خانم. امشب کی بودنی قهرمان را میبینیم. نجوم کی هستید شما؟ کی با شما گفت که مرا دوزید؟ تلفن داشته ای؟ به شفت زنگ بزن. بگو که دختر با مادر انبار است. کنی اوید بینیم؟ دستم بسیار وزنین است آخر.
боз инҳоро бояд ба ҳуш биёрам. комиссари бешарм ба ин ҷо ҳам омадааст. одамҳои ифлос аз ҷоятон наҷунбед. зайнаби ҷун созасти? комиссар зубайд, хуб шуд ки омадед, ҳаётамро наҷот додед. зайнаб натарс маҳамиҷаи, касе ки ба ту даст мерасонад ма ӯра мехӯрам. ин чӣ хел чиз аст? ин бисёр таъсири сахт мекардааст. аз даруни ин бӯи бади кокаин мебарояд. чӣ бипошии одамҳо меафтанд? ту инро намефаҳмӣ, гарчанде хурд бошад ҳамин гази дастӣ аст. бубин чӣ накелихта гаранги онро ба ҷай бад гузор. чанд бор бигӯям хушбӯяки хонагӣ нест, гази беҳушкунанда аст. хонум Зайнаб, ман ин одамҳоро ба амният барам, ин халланкавозишон бикунем. комиссар мурод бошад шуморо ба хона мебарад. майлиш созаси ҷуни ман бо ёрии шумо ҳамқази қишидам ки сумкамро фаромӯш кардам. барори кор ҳамкор. ма сумката бигӯ қати мурод дар мошин кам назани. хоб ҷуни ман мунтазир шав. шумо бо Зайнаба медузди, на? بچه‌ها خدا را شکر که دختر را خلاص کردن. با کمیسر زباید گپ زدم. کمیسر مراد دختر را به اینجا می آورد. آفرین کمیسر مراده، شعری نرست. بله. البته که شعر بشه دزداشته‌اش را خلاص میکند. کی و چرا تو را بود آخر؟ نمیدونم. چه خیلی نمیدونی؟ نمیدونم. یک چیز میگویم. تو یگان بلا داری چی؟ چی ها گفته ایستاده تو؟ از دست تو چی میاد آخر؟ باز من پرسیده ایستادم. چی گفتی تو؟ هیچ چیز نی. یا که اژدها این را بوده باشد چی؟ اژدها چرا این را باید؟ بیهودگویی نکن. همی بچه همسایه بسیار بچه خوبایی. همی دختری مو زینب هم بسیار دختری با عقلی. بیا هر دشه خاندار کنیم. خاندار میکنیم ها. هجریرم سایرم قطع خاندار میکنیم. یک جای تویشان میگذرانیم. میشود خاله جان میزیم. یک لحظه ایستید آخر چه خیلی خاندار کنیم؟ اول آنها رو باید پرسیم یک دیگرشان رو میشناسند، دوست میدارند. این کاری خیلی میشود مگر؟ ای خاموشه، خاموش. تو چی میدانی آخر؟ آنها پیشتر یکدیگر دیدند، شناس شدند، حتی عاشق شدند. آخر عزمی جان، لطفاً از کجا میدونی که آنها به یکدیگر عاشق هستند؟ چی علاقه دارند؟ آخر از کجا این گپ ها را میبراری؟ شیرینکم کمیسر به این هم آدم عجیب است جناب. زینب شنلی با او خانه‌دار نمیشود. تو چی هر چی گفتی سای همسایه مرا؟ به من چی؟ به همسایه تو. ها؟ خانم زینب با آن آدم خانه‌دار نمیشود. خانه‌دار میشود. خانه‌دار نمیشود میگویم. خانه‌دار میشود میگویم. نمیشود میگویم تمام. ایستید آخر جنگ نکنید. نه جنگ داخل ایستید آرام شوید. با شما چی برادران؟ کی خانه‌دار میشود کی نمیشود؟ شما از پس کاری خودتان شوید. بس کنید آخره. بچه‌ها این کارها کاری جنگ و دعاوی نیست. چرا نمیفهمید که این کاری خیر است آخر؟ دو جوانی با این محلمون را خانه‌دار کردن این وظیفه همسایگیمان است. البته ثواب کلان است. بله کاری خیر است. این هجره در کدام خبر است؟ زود هجره را پیدا کنید. آمده آنها را نکاح کند کار تمام شود. ای عزمی جان لطفا. شیرین هم آخر نکاح کند. ای وای اینها زینب رو با کمیسر مراد خانه‌دار کنند اکم زیق میشود. اکم چرا زیق میشود آخر؟ با این کمیسر مراد نگاه کنید نه درست شده است. با این محل آمده است دختر یافته خانه‌دار میشود. عزمی ما را سوزانیده. بله آمدن. ماشاءالله آمد شیرینر. چی گپ باشد آنجا؟ ندانم عجیب است همین خیلی. بله
زینب جانم نجات یافتی؟ خوب هستی؟ خوبم، تشکری زیاد جانم. زینب جان نجات یافتی؟ خوب هستی؟ خوبم ینگه جان، رحمت. رفیقان، در محله که من هستم کی جسارت کرد که آدم بدزدد؟ ها؟ کدام به عقل این را کرد؟ خانم زینب، لطفاً بگویید که شما را کی دزدید؟ کنی گوید آخر. نمیدونم جناب کانون، ولی خدا رو شکر که کمیسر زوبید در وقتش اومده حیاتم رو نجات داد. کانون برادرم، پروا نکن. کمیسر زوبید آدم ها را پرسپات دارد. اصلی کار را کمتر پس هممون خواهیم فهمید. کنی پرسیدن گرد یگان چیز برایت ما هم چاره میبینیم. او دخترم، خدا ترا با دوست داشتت بته، صدقه بسیار بته، فهمیدی؟ انشالله با یک دیگرشان بسیار میزیبند. رنگی هجری ما و سیرم. آخر به این هم آنها برای یک دیگرشان آفریده شدند. توی کی میشه واقعی ازمی؟ شیری رکم به نزدیکی چی خیل تویم؟ 1 دقیقه. این گپ رو از کجا برآوردید؟ نفهمیدم چی گپ است؟ مردم بیاین همین جوانان را تو کمونیم. گم شوید، از پای کارتان شوید. برای کار دخترم. رحمت جانم. همه اینها کارهای تو هستند این خیمه؟ چی؟ این بازی‌های خانه دار شوی، با من نزدیک شوی، هویت روزی توی و غیره. چی ها میگویی تو ها؟ من فهمیدم تو رو در نزدیک مردم رو آووزه و دروازه کرده شرمنده میکنی ها؟ بیمار هستی تو، ای دختر بیمار هستی. من با تو چیکار میکنم؟ در اصل من تو رو چیکار میکنم؟ اوف، از تو دلگیر شدم، از راستی دلگیر برای کار. چی شد؟ آنها رو بگم در آوردی؟ چخیلی تخمین کرده سردارم، آن آدم های 18 بودند. خوب، ولی اون حریفان با خانم زینب چی کار دارند؟ کارم رو چی شد؟ تحقیق داریم سردارم. با خدا در نرویان بازی کردی. از طبیعه که روی آدم اپراسیون کرده ایواز میکنن فهمیدن در کار. درست میگویید. آنمو طبیب باید یابیم. اطاعت سردار. سلام جانی من، چرا گریه داری؟ مادر جان، هجری سمبوسه تیار کردم رو نخورد. از سمبوسه پخته و دیو نخورد. چطور یعنی؟ بسیار خرسند شدم. تو برای همین گریه داری؟ ولی مادر، هجری دیگر من رو دوست نمیدارد. بگذار دوست ندارد. اوی دختر جانی شیرینی من، زیبوی من، زیق نشد جانم. به این هم او هیچ به تو ارزنده نیست دختر جان. ولی مادر جان حالی من بسیار بد است. سنم بین، میدونی چی کار میکنیم؟ حاضر لباسهایمان را عوض کرده مادر و دختر به هوای تازه میبریم ها؟ بیا آخر، بیا خیز میرویم. اکنون من دلی سنم رو چخیل میابم. با او چی میگویم من؟ نه آخر مگر من از سمبوسه سیرم خوردم؟ نخوردم. بعدهانم اون در آمد مردورم کردین خیل. یا خدایا با من کمک کن. سنم باز تو هستی؟ مادر جان چی شده باشد به این بچه؟ مادر جان یک نافهمی شده است. اجازت میدهید با سنم صحبت کرده حل کنه؟ اجازت نمیدهم پسرم. سنم از تو دیده به خوبترها لایق است. خوبترین ها گفته یعنی به بهترین ها لایق است. باز دختری من زیبا سنم ترکیه است. تو چی داری؟ داملا هستم، امری معروف میکنم. آفرین بچم، آفرین. بسیار خوب. انا همین خیل دوام بده. بیا رفتیم دخترم، دیر موندیم. رنگ و رویشان شپکلیافکه کردگی به کجا می روند؟ کمیسر زوبید و کمیسر مراد نقشمان را ویران کردند.
مشکلی نیست. چی خیلی مشکل نیست. گروه از ما خود قهرمان رو یابیم. آخر باید زودتر باشه. گروه میخواهد تاجر را که به آنها سرخم نمیکند به نزدش آورم. با قهرمان چی علاقه دارد؟ فکر میکنن که چهله که قهرمان پرکرار را نجات داد شاید او به یاری آدم های تاجر هم میآید. قهرمان کیلس هست یا نیست امشب نفهمیم هم بر از دیگه میفهمیم. آدم‌هایی که شما را دزدیدند آدم‌های اژدهار بودند. آدم‌های اژدهار؟ چرا ما رو دزدیدند آخر؟ این را حالا نمیدونم ولی تحقیق داریم. شاید خواستند که قهرمان رو به دو مفتونیده فهمند که کیلس است یا نیست. برای همین خانم زینب گشته میگی بیغم. من همیشه در بری شما هستم. تشکر جنابی زبید. جنابی زبید من از شما یک چیز رو میتوانم خواهش کنم؟ خواهش چیه؟ امر کنی. حاضر همه میخواهد فهمد که کی ما رو دزدیده است. البته همه میخواهد. لطفاً به آنها درباره اژدهار چیزی نگویید. چرا؟ چون که بسیار میترسم که ینگه تولین و میلیس بسیار خواطر میشوند. البته پروا نکنید. با آنها گویید که زنی رو به من مانند کردند. برای همین خطا کرده ما رو به جای او دزدیدند. خانم زینب شما با این کارا خودتون رو خسته نکنید. من حل میکنم پروا نکنید. تشکر میکنم. بسیار میفهمیدگی هستید. دوستت میدارم. تشکر. خانم زینب چه خیلی که بزرگای ملت میگن که امور تیزی بد میگذره. امشب اگر نقشه نداشته باشی سر یک طبق قروتو چخ کنیم. آن دروغ‌های کوچه رو کاری کرده باید برطرف کنم. باز درباره کمیسر مرو چیزهای لازم رو میتونم پرسم. البته من این خیلی دعوتی نزدیک رو رد کرده نمیتونم. قروتوت میفوره؟ البته 10 طبقت میگیرم. خانم زینب ما برم لباسای توی روک ما پوشم.